تساوی رجال و نساء، ادعایی که بهاییان گوش جهان را از آن پر کردند، ادعایی قابل توجه که شاید موهبتی است برای زنان و شاید هم ظلمی به آنان. راستی این دو جنس متفاوت به عدالت نیاز دارند یا به تساوی؟ اصلاً آیا می توان بین دو موضوع کاملاً متفاوت مساوات برقرار نمود؟ شاید، آری شاید. این هنر بهاییت است، افتخاری است برای بهاییان، به شرط آنکه قادر به انجام این ادعای بزرگ باشند که اگر خلافش ثابت شود بهاییت دروغی بزرگ به همکیشانش وعده داده است. شواهد امر حاکی از آن است که این مسلک نوظهور توانسته به وعده خیش عمل کند. در ظاهر همه چیز مرتب به نظر می آید. برای زنان، گروهی که موقعیتشان در جامعه درک نشد، خواستهشان درست فهمیده نشد، اما شاید این بازخورد به خاطر عینکی است که بر چشم داریم. بیایید دیدگاه خود را عوض کنیم، عینک بهاییت را از چشمانمان برداشته و با چشمانی باز به موضوع بنگریم. بیایید برای یک بار هم که شده واقعاً تحری حقیقت کنیم. So you're happy to have them continue believing something that may not be true? Yes, why not? And what is it you believe? I believe that people prefer to lie to themselves than face the truth. Oh, the truth, yeah. Certainty. وجود چنین عبارت‌هایی گمانی در ذهن ما ایجاد می‌کند، گمانی دال بر این که شاید تساوی آنقدرها هم رعایت نمی‌شود. شاید تساوی تنها یک شعار است، شاید آنها هم به این مهم رسیده‌اند که بین دو موضوع متفاوت عدالت نیاز است، نه تساوی، که تساوی گاهی ظلم است، که زن یا مرد بودن خیلی مهم نیست، مهم آن است که خوب زندگی کنیم، خواه زن باشیم خواه مرد.